تو اکسپلور این کلیپو دیدم، می‌خواستم بگم آقا خیارشور درست کردن راز داره. اگه می‌خوای اینجوری تو خالی نشه و مثل مال من بشه و کلا تو 15 دقیقه خیارشور آموزش رو قابل مصرف باشه، خیارشور تو میشوری خوش می‌کنی، بعد با یه سیخ چوبی همه‌شون رو اینجوری سوراخ می‌کنی. این کار باعث میشه که وسط خیارشور دیگه اونجوری مثل اول کلیپ خالی و پوک نشه. بعد بهش سیر و فلفل تون و سبزی اضافه می‌کنی. اگر سبزی تر نداشتی سبزی خوش بریز که من سرخونه استفاده کردم. چند تا دونه نخودم میندازی که ترد و خوشمزه بشه خیارشور. من میزان سرکه و آب و نمک رو توی کپشن نوشتم و اینکه حتما باید آبتون آب جوشیده سرد شده باشه و خیارشوراتون هم باید حتما خشک باشه. این نکات خیلی مهمه. بعدش هم درشو سفت میبندین، میذارین داخل آب در حال جوش و 15 دقیقه بعد خیارشورتون آماده است. بعد سرد شدن راحت میتونین مصرف کنین. اصلا هم نیاز به استراحت چند روز موندن نداره. راستی اگه تا الان فالو نکردی حتما فالو کن.